سرخط خبرها. آغاز موج حملات موشکی ایران علیه امریکا. در این حملات اسرائیل و پایگاه‌های امریکا در منطقه هدف قرار گرفتند. این حوادث و وقایع باعث تغییر نظام نمیشه. واکنش وزیر خارجه به حملات اسرائیل و امریکا بر ایران. امیرخان متقی حملات امریکا و اسرائیل علیه ایران را تجاوز خواند و محکوم کرد. ادامه رویارویی نظامی کابل و اسلام آباد. وزارت دفاع میگوید که تاکنون بیش از 100 نظامی پاکستانی کشته شده‌اند. بیش از 100 نفر از دشمن تا فعلا کشته شده. سلام و وقت شما بخیر. به بسته خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز دوشنبه 11 مهر 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 مارس 2026 میلادی. مشروع خبرها. ایران موج دوم حملات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های امریکا در منطقه را آغاز کرده است. در این حملات پایگاه‌های امریکا در کشورهای قطر، کویت، امارات متحده عربی، اردن، دبی و بحرین هدف قرار گرفتند. گزارشی از عزت محمدی بیغش. پس از جان باختن سیدعلی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در حملات مشترک امریکا و اسرائیل در تهران، ایران موج دوم حملات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های امریکا در منطقه را آغاز کرده است. در این حملات پایگاه‌های امریکا در کشورهای قطر، کویت، امارات متحده عربی، اردن، دبی و بحرین هدف قرار گرفتند. این حملات که در دومین روز از عملیات وعده صادق 4 ادامه یافته، یکی از شدیدترین عملیات علیه مواضع امریکا و رژیم اسرائیل گفته شده است. عملیاتی که به گونه دوامدار در بی‌سابقه ترین شکل خود ادامه دارد. رسانه ها با نقل از منابع صهیونیستی اعلام کردند که 200 ساختمان تنها در این شهر در نتیجه حملات موشکی ایران تخریب و یا آسیب دیده است. حملات ایران بر مواضع اسرائیل وحشت و سراسیمگی را در میان مردم به بار آورده است. نیروهای امدادی اسرائیل اعلام کردند که در نتیجه ازدحام و وحشت ناشی از حملات موشکی ایران 14 تن از شهروندان این کشور هنگام فرار برای پناه گرفتن زخمی شدند. همزمان با آغاز موج دوم حملات ایران، حزب الله لبنان نیز وارد درگیری شد و بر مواضع اسرائیل حملاتی انجام داد. در مقابل اسرائیل نیز بر مواضع حزب الله لبنان حمله کرده که به گفته وزارت صحت لبنان در پی این حملات تاکنون 10 تن جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. با تشدید درگیری‌ها و حملات هوایی در منطقه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که حملات به ایران ممکن است تا 4 هفته ادامه داشته باشد. در مقابل علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به مواضع اخیر دونالد ترامپ اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا پس از تشدید تنش‌ها در منطقه اکنون نگران افزایش تلفات نیروهای آمریکایی است. لاریجانی با انتقاد از سیاست‌های واشنگتن گفت که ترامپ با آرزوی واهی منطقه را به آشوب کشانده و حالا نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی می‌کند. عملکرد متوهمانه رئیس جمهور آمریکا باعث شده شعار اول آمریکا عملاً به اول اسرائیل تبدیل شود و سربازان آمریکایی در مسیر قدرت طلبی اسرائیل قربانی شوند. امروز ملت ایران در حال دفاع از خود است و نیروهای مسلح ایران تهاجم را آغاز نکرده اند. لاریجانی همچنین در واکنش به خبر وال استریت ژورنال درباره تمایل تهران به از سرگیری مذاکرات در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با آمریکا مذاکره نمی‌کنند. تا فوت حضرت آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه، جمهوری اسلامی همچنان باقی ماند و بلکه قوی‌تر شد و تجربه آموخت از این همه رویارویی. بنابراین چنین تصور میشه که این حوادث و وقایع باعث تغییر نظام نمیشه و بلکه تجربیات بیشتری را می‌آموزند مسئولین نظام. این حملات در حالی انجام می شود که تنش‌ها در منطقه در پی درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و ایران افزایش یافته و نگرانی‌ها از گسترش درگیری در منطقه بالا گرفته است. امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تلفنی گفتگو کردند.
متقی تجاوز امریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم و بر توقف فوری تنش‌ها و رجوع بر مجاری دیپلماتیک تاکید نمود. وزیر خارجه همچنین نقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حریم کشورها را مردود دانسته و آن را مغایر اصول پذیرفته شده بین الملل دانست. مولوی امیرخان متقی در ادامه تاکید کرد که امارت اسلامی افغانستان نقض حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حریم کشورها را مردود دانسته و آن را مغایر اصول پذیرفته شده بین المللی می‌داند و بر ضرورت توقف فوری تنش‌ها و رجوع به مجاری دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران تاکید ورزید. درگیری‌های نظامی میان امارت اسلامی و پاکستان وارد پنجمین روز شد. وزارت دفاع امارت اسلامی میگوید که از زمان آغاز درگیری تا اکنون بیش از 100 تن از نظامیان پاکستان کشته شده‌اند. گزارشی از نصران امیری. درگیری های نظامی میان امارت اسلامی و پاکستان وارد پنجمین روز خود شد. در پی تجدید این درگیری ها، وزارت دفاع امارت اسلامی اظهار داشت که از زمان آغاز درگیری ها میان دو طرف تا اکنون بیش از 100 تن از نظامیان پاکستانی کشته شدند. به گفته سخنگوی این وزارت، بیش از 25 پاسگاه نظامی پاکستان نیز به کنترل نیروهای امارت اسلامی درآمده است. در همین ارتباط، عنایت الله خوارزمی به منظور رفع نگرانی شهروندان بیان کرد که به دنبال پرواز هواپیماهای پاکستانی در فضای کشور، اقدامات دافع هوا در شهر کابل انجام می شود. نیروهای وزارت دفاع ملی از آغاز جنگ با رژیم نظامی پاکستان تا فعلا دستاوردهای زیادی داشته است. بیش از 100 نفر از دشمن تا فعلا کشته شده و همچنان بیش از 25 پسته نظامی رژیم نظامی پاکستان توسط مجاهدین وزارت دفاع ملی تا فعلا فتح گردیدگی است. در سوی دیگر، وزارت دفاع امارت اسلامی همچنین اعلام کرد که امروز ساعت 11:45 پیش از ظهر نیروهای دفاعی این وزارت در مربوطات ولسوالی اشکین ولایت پکتیکا در آن سوی انگوراده یک اراده تانک زرهی نیروهای پاکستانی را که به سوی خاک افغانستان شلیک میکرد هدف قرار داده و منهدم ساخته است. این وزارت پیشتر نیز اعلام کرده بود که قوای هوایی کشور در واکنش به حملات اخیر نظامیان پاکستان بر کابل، بگرام و برخی مناطق دیگر اهداف مهم نظامی این کشور را در راولپندی، کویته و خیبر پختونخوا مورد هدف قرار داده است. قوای هوایی وزارت دفاع ملی روز گذشته بار دیگر حملات هوایی موثری را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. این حملات بیز نورخان در راولپندی، قلوردوی نمبر 12 در کویته بلوچستان، کمپ خویز در مهمند جنسی در خیبر پختونخوا و برخی دیگر از قرارگاه‌ها و تأسیسات مهم نظامی پاکستان را هدف قرار دادند که در این حملات خسارات قابل توجهی به اهداف یاد شده وارد کرده است. این عملیات در پاسخ به تجاوزهای هوایی اردوی متمرد پاکستان انجام شد که روز گذشته کابل، بگرام و برخی دیگر از مناطق را هدف قرار داده بودند. از سوی دیگر، در پی شدت حملات متقابل میان کابل و اسلام آباد، زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، حملات پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرده و اسلام آباد را در این زمینه مجرم خوانده است. او گفته است که امارت اسلامی آمادگی دارد تا با پاکستان به توافق برسد تا از استفاده از خاک دو کشور علیه یکدیگر جلوگیری شود. به گفته خلیلزاد، حل تنش‌ها تنها از راه گفتگو و دیپلماسی ممکن است. در جهان یک سیاست بسیار پیچیده و مغلق جریان داره و از جانب دیگه پاکستان در مقابل افغانستان یک سیاست جنایتکارانه و یک اجنده رذیلانه داره. یکی صحبت‌های ظاهری است که در جهان از طرف کشورها یا سیاسیون صورت میگیره. بالا از این صحبت‌ها اعتماد و باید باور نشه، به خاطر اینکه در غیاب عملکرد کشورهایی که در جهان به خاطر منافع سیاسی و اقتصادی خود دارن، اونا عمل خود انجام میدن. با این حال، در پی تجدید اوضاع نابسامان در منطقه، آگاهان مسائل سیاسی درگیری میان کابل و اسلام آباد را جنگ مدیریت شده از سوی برخی بازیگران منطقه‌ای می‌داند و بر این باورند که تنش‌های کنونی فراتر از یک اختلاف دو جانبه است. جنگ افغانستان و ایران پاکستان در این صورت، این جنگ به صورت کلی قسمی که یادآوری کردیم یک جنگ مدیریتی هستند و از طرف افغانستان به خاطر پایان پیدا نمی‌کنند که به هیچ وجه رژیم سپاک پاکستان قابل اعتماد نیستند و قابل اعتماد نبوده. با گذشت 5 روز از تجدید درگیری‌ها میان کابل و اسلام آباد، هنوز واکنش قابل توجه از سوی سازمان‌های بین المللی و کشورهای منطقه دیده نشده و همزمان تحولات گسترده‌تر منطقه‌ای این تنش‌ها را به حاشیه رانده است.
در همین حال با تشدید تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، هزاران مهاجر افغان که سالها در شهرهای مختلف پاکستان زندگی کردند، اکنون از بازداشت و عدم امنیت حتی در مساجد می‌ترسند. آنایتا اندر گزارش می‌دهد. با تشدید تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، وضعیت مهاجران افغان در پاکستان بیش از هر زمان دیگری در حالی از نگرانی و اضطراب قرار گرفته است. هزاران خانواده‌ای که سالها در شهرهای مختلف پاکستان زندگی کردند، اکنون با ترس از بازداشت روزگار می‌گذرانند و گفته این مهاجران حتی در مساجد امنیت ندارند. با این حال بسیاری از نهادهای حامی حقوق بشر نیز در برابر این وضعیت همچنان سکوت کردند. پناهجویان افغان در خانه‌هایشان گیر ماندند. پناهجویان افغان حتی به خاطر خرید مواد خوراکی از تاریکی شب استفاده می کنند. پناهجویان افغان حتی در مساجد هم بازداشت میشن که این خود یک ظلم است که با پناهجویان افغان صورت میگیره. پناهجویان افغان بی صاحب هستند. ایران باید فراموش نکرد که UNHCR از خود خاموشی اختیار کرده. با آنکه درگیری ها هنوز هم ادامه دارد، شمار از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پلیس پشاور صدها شهروند افغان را بازداشت کردند. با گزارش این رسانه ها، روند بازداشت شهروندان افغان در پاکستان تشدید یافته است. در روزهای اخیر افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و وقوع عملیات متقابل نگرانی‌های جدی منطقه‌ای و انسانی را ایجاد کرده است. این وضعیت تاثیر منفی مستقیم بر مهاجرین افغان در پاکستان دارد، از جمله افزایش فشارهای امنیتی، سخت‌تر شدن شرایط اقامت، احتمال اخراج مجدد و همچنین محدودیت‌های رفت آمد و تنش مشکلات اقتصادی و اجتماعی. در چنین شرایط زندگی برای مهاجرین بسیار دشوار می‌شود. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که سطح اعتماد میان کابل و اسلام آباد به شدت کاهش یافته و دیگر نمیتوان از پاکستان انتظار تعامل بر پایه دوستی، همکاری و حسن همجواری داشت. با گفته آنان، پاکستان در دوره‌های مختلف از اهرم‌های سیاسی و امنیتی برای اعمال فشار بر افغانستان بهره برده است. خب از پاکستان توقع دوستی و همکاری و همسایگی و حتی مسلمانی را باید نداشته باشیم دیگه، و اینا هر نوع فشاری را که باید بالای افغانستان، بالای مردم افغانستان وارد بکنه، از دستش او کار را باید بکنه. شما دیدین که از خط فرضی دیورن اینا من حیث یک آله فشار استفاده کردن. این در حال است که در پی عملیات تلافی جویانه شب گذشته، نیروهای امارت اسلامی در ولایت‌های ننگرهار، پکتیا، خوست و کندهار 32 تن از نظامیان پاکستانی در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 2 هواپیمای بی سرنشین سرنگون و شمار از تجهیزات نظامیان طرف به طور کامل منهدم گردیده بود. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.